بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد مهدی خزایی ام توی شناسنامه، ولی خب اکثرا محمد خزایی منو میشناسن. محمد خزایی اسمیه که اکثرا منو میشناسن. محمد مهدی داخل شناسنامه‌مه. تک پسرم، دو تا خواهر دارم، ولی خیلی سال ما اسلام شهریم. از قدیم پدرم اسلام شهر بوده. پدر خودم فعال تو اسلام شهر. حالا فکر می‌کنم 6 سال پیش به ذهنم ناخودآگاه زد که آقا یه رسانه درست کنم. از اولم اسم پیجم من گذاشتم اسلام شهر آفیشال، تا هنوزی که هنوزم تغییری توش ندادم. یعنی از همون اول اسمی که گذاشتم هستش روش. یه ایده بود که همون موقع گرفت، به نظر بهترین ایدم رو اسمش حداقل گرفت. دیگه تغییری توش ندادم. به اصطلاح میگن یه ترکیب برنده چیدی. اون اسم به نظرم ترکیب برنده‌ام بود. 6-7 سال پیش تأسیس شد، تا الان ادامه داره. خب توی این راه خیلی چیزای جدید اومده تو، چیزای که خوب نبوده پاک شده. ولی 7 ساله که این پیج ما داریم، مخاطبامون هم اکثرا جوون نیستن. خیلی تو هر بازه سنی، تو هر رده سنی مخاطب داریم. عام مردم هم برای تشکیل میده دیگه. تو پیج ما مخاطبا که دارن نگاه میکنن عام مردم هم، از میان سال، کهن سال، حتی جوونا هم خیلی تو پیجمون هستن. من خب خودم آدم مثبت اندیشی هستم. یه نکته که شما گفتید، خودم از پایه اینجوری بودم، اما بی تاثیر نیستش که تو خانواده‌ام خب برمیگردم مادرم خیلی مثبت اندیشه، خیلی به این موضوع پایبنده که مثبت اندیشی بی تاثیر نیستش. باعث شده که رو منم تاثیر بذاره 100%. به هر حال ولی من اگر اسلام شهر به قول شما جلوه‌های خوبش رو نشون میدم، چون دوست دارم، یعنی پتانسیلش داره، هیچی واقعا هم همین جوریه. یعنی شما میگه یه لیوانو اگه بخوای نیمه پرش و نیمه خالیش، نیمه پر رو ببینیم قشنگ‌تره دیگه، چون ما اینو داریم. سعی میکنم مثبت نگاه کنم، چون اکثر چیزا مثبت هستن، چیزای منفی زیاد به چشم نمیاد. پست آخری که من داخل پیجم گذاشتم، مثلا کامنتاشو که میای میخونی کامل، اون پست کنم هولوش 3000 تا کامنت داره. خیلی کامنت منفی هم داره، ولی کامنتای قشنگش اینه که از این به بعد راحت‌تر میتونم بگم اسلام شهر زندگی میکنم. خیلی میگه من وقتی پیش دوستای، حالا به فرض مثال خارج از تهران هم داشتم صحبت میکردم، میگه روش نمیشه بگه اسلام شهریم. میگه بعد از دیدن این ویدیو راحت‌تر میتونم بگم اسلام شهر دارم زندگی میکنم. یکی دیگه اومده نوشته که با دیدن این ویدیو نظرم راجع به اسلام شهر کلا عوض شد. یکی دیگه میشه واقعا اسلام شهر اینجوریه. چیزایی که واقعا تو اسلام شهر هست ما اومدیم داریم نشون میدیم دیگه. حالا توی یه ویدیو به صورت مختصر آمادهش کردم، داخل پیجم گذاشتم. یکی دیگه نوشته بعد از دیدن این ویدیو حس قدرت و اعتماد به نفس گرفتم. خب این حسای خوبی که مردم دارن از ما میگیرن دیگه، این به نظرم خیلی ارزشمنده. محمد تا حالا پستی داشتی خیلی وایرال بشه، جای دیگه هم منتشر شه؟ یه پست فان داشتم، 10 میلیون ویو تو پیج خودم خورده. 10 میلیون و 200 هزار نفر تو پیج خودم دیدنش. تو پیجم هم پینه. ویدیو محتواش ویدیوی فانیه، ولی خب دیدمش که خیلی از پیجای دیگه، ولش می‌کنم شاید نزدیک 100 تا پیج دیگه گذاشتن، 3-4 تاشون حتی 3-4 تا میلیون روی اون ویدیوی من ویو گرفتن، ولی تو پیج خودم 10 میلیون و 200 هزار نفر دیدنش. برای چه بازی؟ این برای اسفند ماه پیش، سال پیشه. چقدر شد؟ قابل نه داداش. کلا 512. الو خونه آتیش گرفته. بیا حساب کردم باشه خاموشش کنید، الان میام. چقدر فالوور داری؟ امروز تا این لحظه که داریم نگاه میکنیم 65700 نفر ما رو فالو دارن. 65700 نفر دوست. چون من اکثرا جواب همه رو میدم، با همه ارتباط دارم، همه رو مثل یه خانواده تو پیجم نگه داشتم. یه چیز خیلی جالبی که همه از شما ویدیو صحبت می‌کردید بزنم مثل که تو ویدیو باشه، این بود که خیلی از کسایی که باشون هم صحبت می‌کردم از قبل یه آشنایی من داشتن. میگه تو من از قبل از کجا می‌شناختی؟ از طریق پیجم از قبل من آشنا داشتی، حالا من اومدم به این باشگاه با هم دیگه آشنا هم شدیم. چیز جالب بود که آدما قبل از اینکه باشون برخورد داشتم تو اینستاگرام منو می‌دیدن. ببین این چیزیه که مثل این میمونه که چون از پای الان 7 سال من دارم این پیجو دارم، خب توی صنف دیگه هم فعالم، ولی چون تو گوشیمه مثل نفس کشیدن داره میمونه برام. یعنی هر لحظه من گوشیمو چک میکنم، اینستاگراممو چک میکنم، جواب دایرکت ها رو میدم، ارتباط میگیرم. تقریبا میشه گفت زمانی که خوابم فقط بعضی وقتا میبینید از خوابم پا میشم با گوشیم دارم یعنی فعالیت مثلا میکنم. اون
ستینگ اینستاگرام تو رو نگاه بکنی مثلا در روز 17 ساعت 16 ساعت رو شاید هم بیشتر. ببین به فرض مثال داخل مغازم که هستی، من گاهی اوقات می‌بینی اینستاگراممو باز گذاشتم داره یه استوری آپلود میشه. اینستاگرامم بازه، این نیست که کامل بشینم روی گوشیم بخوام مثلا فعالیت بکنم تمرکز اصلی باشه، ولی به هر حال یک روزمره عادی شده. یه ایده که من دارم اونم به نظرم توی کار، توی هر کاری، ورزش، بیزینس، یه همراه یه هم‌مسیر، حتی حریف داشته باشه خیلی باعث میشه که زودتر پیشرفت کنن، ایرادای هم دیگه پیدا کنن. توی ورزش من با آقا احسان تمرین میکنم، حریف تمرینی من رفیق کنار هم می‌بینیم تمرین می‌کنیم. چه سالی اومد تمرین معمولاً 10 و نیم، اما امروز چون بودم یه قرار کاری داشتم اون ساعت الان 8 و 10 دقیقه است. بعد تمرین اومدیم بچه کنیم. خب این یه پروسه‌ای که از لحاظ پیشرفتی به یه نقطه‌ای باید برسادم دیگه. قبلا نبوده، ولی جدیدن که پست‌های من تو اینستاگرام داری نگاه می‌کنی میگم که آقا این یه تبلیغ نیستش، این واقعا همچین جاییه که همچین چیزی رو داراه. قبلا نبوده ولی جدیدن چرا؟ ببین این چیزی که دارید میگی شما بی تاثیر نیستش صد. یعنی من ساده‌ام اگه بخوام یه عکس از این فنجون بذارم، به فرض مثال دارم میگم، و یه عکس از این فنجون رو بذاریم، این فنجون رو شاید در حالت عادی کسی که بیان داخل این کافه ببیننش، ولی وقتی من دارم میذارم در روز 12000 نفر داره استوری منو میبینه. 12000 نفر در روز این فنجون رو داره میبینه. پس اگر کسی خواه نیم فنجون باشه بین اون 12000 نفر 100% بی تاثیر نیست. حالا شما بخوای اینو یه صاحب سن مد نظر بگیرید، یه شغل، یه مغازه، یه صاحب کسب و کار رو، به فرض مثال همین کافه چند نفر روزانه از جلوش رد میشن که بخوان وارد اینجا بشن؟ یه عددی حالا شما تو ذهنت بگیر. حالا فکر کن اون عدد، حالا بگیم 1000 نفر در روز، در استوری من تو 24 ساعت 12000 نفر این کافه رو میبینه و کسی اگه مشتاق باشه میتونه بیاد اینجا. خیلی داشتیم کسایی که بعد از اینکه من حالا معرفیشون کردم گفت آقا عالی بود. خیلی هم داشتیم جواب نگرفتن و به هر حال، ولی مثلا توی هر صنف با یه صنف دیگه چون مخاطب هدفش فرق داره. به فرض مثال من اگر به فرض مثال شاید بخوام یک بار برم دندونمو کامپوزیت کنم، اما هر ماه نیاز دارم برم لباس بخرم. به فرض مثال داریم بین یه دندون پزشک و یه دونه بوتیک رو مقایسه میکنیم، مخاطب هدفشون فرق داره، وگرنه تو هر صنفی راضی بودن خدا رو شکر تا الان از ما. من از پایه دوربین تو زندگیم بوده از اول، بعد من ورود میکنم به واسطه شغل پدرم، ولی به هر حال بخوام دوره آموزشی تمرکزی رو ببینم نه. ولی همین دیشب من قبل از خوابم یه ویدیوی آموزشی رو دیدم. هر لحظه آموزش نه، ولی اینکه بخوام یه دوره آموزشی یا یه کلاس خاصی برم نرفتم. اما هر لحظه چیزای جدید رو دوست دارم ببینم، یاد بگیرم، ازشون الگو بردازی کنم، ایده بردارم. اینو دوست داشتم. یه مبحث دیگه هم که گفتم از طریق پیجم من وارد صنف شدم. من پیجم خب پیج معرفی تقریبا دیگه. من یه طلا فروشی رو معرفی می‌کردم، بعد یه بحث دوستی بینمون پیش اومد با صاحب اون صنف. این دوستی باعث شد که به من یاد بده یه سری چیزا رو. بعد از یاد گرفتن دیدم آقا چقدر علاقه دارم من به این موضوع. یه قدم قوی‌تر برداشتیم و تو این صنف یه شغل اصلی من الان جدا از پیج طلا فروشیه که با آقای میثم میرقاسمی یک کانکشن خیلی ذهنی قوی خوردیم. یه این صنف وارد شدم، سعی میکنم براشم خیلی تلاش کنم. یعنی دارم اینو میگم که اگر شما وارد یه چیز جدید میشی این پایانش نیستش، یه قدم دیگه ناخودآگاه سر راهتون قرار میگیره که این شاید شغل اصلیتون حتی عوض بکنه. یکی دیگه از سوالای این بودش که چجوری با آقا میثم و طرفدار تقریبا جمشید آشنا شدم، چجوری شدش که اومدیم تو این صنف و تو این صنف فعالا مثلا چجوری شد؟ پایانش هم مثلا شما توضیح میدی؟ سلام. ما همیشه خدا دوستای خوب سر راه ما قرار میده. محمد هم خودش و خانواده‌اش درجه 1 از طریق خود پیج و پیج مغازه ما و پیج محمد که اسلام شهر آفیشاله با هم آشنا شدیم. بعد یه روزی با هم صحبت کردیم، یه همکاری شکل گرفت. البته این همکاری تازه شروع شده، قراره گسترده‌تر بشه. این هم اصل پایه که چجوری با تق جمشید آشنا شدیم. آقا میثم خودش حرف نداره، طرفدار تق جمشید. خود منم اینجا فعالم دیگه. که آقا میثم گل چاکر.
خب توی رده سنی معمولا دوم دبیرستان یا اول دبیرستان تا بخواد کسی دیپلمشو بگیره یه سری تو اون بازه زمانی خیلی به فکر شغل میشن، یه سریا بعد از اون یعنی میخواد وارد دانشگاهشون، حتی دانشگاهشون درسشون تموم شه بعد میخوان وارد بازار کارشن. من چیزی که تو خودم دیدم یعنی من خیلی قبل‌تر از اینا وارد دوست داشتم، علاقه داشتم که وارد بازار کارشم، اصلا از این پشیمون نیستم. اما درس خوندن یه مبحثیه که علاقه 100%، من خودم علاقه دارم درسامو بخونم، یعنی درسامو دارم ادامه میدم، در کنارش به حرفه‌های جدید، یعنی هر روز دوست دارم یه حرفه رو یاد بگیرم خودم. به عنوان پیشنهاد به نظر من اگر جوونی به فکر کار زود، یعنی هر چقدر زودتر به نظر من دیره. یعنی شما اگر الان دارین این ویدیو رو می‌بینی امروز بخوای این کارو انجام بدی دیره، همون لحظه که می‌بینی باید به فکرش باشی. به نظر من هر چقدر زود بخوای این کارو انجام بدی دیره. بخوای یه حرفه رو یاد بگیری، بخوای یه چیز جدید رو یاد بگیری، مشتاق باشم براش. بعد اینکه ما تو اسلام شهر هستیم خیلی میگن اون که اسلام شهر مگه چشه؟ اسلام شهر به نظر من یه هولوش 1 میلیون جمعیت داریم، شهر بزرگی، امکانات هر روز داره زیادتر میشه، جای جدید داریم تو اسلام شهر میبینیم، تو هر صنف داریم رقابت رو میبینیم و این رقابت باعث پیشرفت شهر میشه. جاده سازی خیلی قوی. اسلام شهر به نظر من خدمتی که اسلام شهر داره جای دیگه نداره. اسلام شهر به نظر من نقطه قوت خود من حتی شده، نه اینکه بخواد به فرض مثال بگه یکی پیش خودش که ما که اسلام شهریم. اسلام شهر نقطه قوت خود من شده. به نظر من جوونا هم سن و سالای خودم حتی از من بزرگترها بیشتر به فکر یه حرفه باشن، خیلی خیلی تو زندگیشون کمک میکنه.